خب دکتر زوکیر، سوال نوبتی که میخواستم به شما دهم موضوع غیبت و تهمت است. میتوانید درباره حکم اینها کمی باشد هم معلومات میدادید؟ الله تعالی در قرآن در سوره حجرات سوره 49 آیت 12 فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیار گمان کردن پرهیز کنید، زیرا بعضی از گمانها گناهند. جاسوسی نکنید و یکدیگر را غیبت نکنید. آیا یگان نفر شما میخواهد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ آیا یگان نفر شما میخواهد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهید داشت و از الله بترسید، زیرا که الله توبه پذیر و مهربان است. در اینجا الله تعالی غیبت را به خوردن گوشت مرده برادر خود تشبیه داده است. و آیا انسان میتواند به چنین عمل راضی شود؟ هرگز نه. غیبت چیست؟ در صحیح مسلم حدیث 62-65 پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: آیا میدانید که غیبت چیست؟ صحابگان گفتند: الله و رسولش بهتر میدانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: غیبت این است که در حق برادرت چیزی بگویی که اگر او آن را شنود ناخوشنود شود. یکی از صحابگان پرسید: اگر آن چیزی که میگوییم درست باشد چی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جواب دادند: اگر حقیقت باشد پس این غیبت است و اگر دروغ باشد پس آن تهمت یعنی بهتان است. پس هم غیبت و هم تهمت در اسلام حرام می باشند. الله تعالی در سوره همزه می فرماید: وای بر حال هر تهمتگر و غیبتچی. اینچنین در صحیح بخاری حدیث 216 ذکر شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد یک قبرستان میگذشتند و شنیدند که 2 نفر در قبر عذاب سخت میکشند. صحابگان پرسیدند: ای رسول الله، چرا آنها عذاب میکشند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادند: یکی از آنها از پیشاب احتیاط نمیکرد، یعنی به پاکی اهمیت نمیداد. دیگری باشد میان مردم فتنه و دشمنی پهن میکرد، یعنی خبرچینی میکرد. خلاصه از این حدیث و آیات ها واضح می شود که غیبت و تهمت هر دو در اسلام ممنوع و گناه بزرگ می باشند. غیبت مثل خوردن گوشت مرده برادر خود است و تهمت گناه باز هم سخت‌تر است. ما باید خود را از این گناه ها دور نگاه داریم و همیشه زبان خود را از سخنان بد محافظت کنیم. الله ما را از گناهان نگاه دارد و زبانهایمان را با سخن نیک آراسته سازد. آمین.